به چشم من گرفتار مرا باشد خریدار خمار آلوده این شبهای تردار من بیدار همیشه در شب تار به یاد عشق دلدار دعا خوانم خدا عشقم نگهدار دعا خوانم خدا عشقم نگهدار چشمان سیاهم نور نگاهم عشق و پناهم کو حسرت و آهم چراغ راهم خورشید و ماهم کو چشمان سیاهم نور نگاهم عشق و پناهم کو حسرت و آهم چراغ راهم خورشید و ماهم کو فصل نوروز بسیار برای یعنی این یک ایدی مسلمانان است. من اولا تمام مسلمانان دنیا را تمام فارسی زبان‌های دنیا را تمام مردم تاجیکستان و خارج از کشور تاجیکایی که از تاجیکستان بیرون هستند همه آنها را با فرارسی نوروز عالم افروز از صمیم قلب مبارکباد میگم. بذار یک نوروز برای مردم مسلمان، برای مردم فارسی زبانان، برای مردم تاجیکستان یک سال نیکویی آرد و سال پربرار برای مردم مسلمانان باشد و از صدق دل به همه مسلمانان دنیا با تمام فارسی زبانان دنیا با تمام تاجیک و تاجیکستان و تاجیک زبانان دنیا نوروز عالم افروز مبارک باشد. بسیار یک سالی برای ما بود و یک سالی بسیار در حیات در زندگی بسیار یک سالی فراموش نشونده بود که با همراهی استاد جورابک مرادوف استادی سند ارتیستی خلقی SSSR با استاد چنین یک آرزوها بود، یک نیت‌ها بود که ما با استاد یک سرود بخونیم با از متن استاد لایق شیرالی علا شاداب ساحل ها به قدر آبهای جاری میباید رسید امروز که روز خوش خواهد شد. این از سال 2008 این آهنگ را من بسیار نیت داشتم که با استاد جورابک مرادوف بخونم و در حال جانبک مرادوف نیز دوستی ما برادری ما این آهنگ برای او خیلی پسند آمد و او بسیار خواهش کرد که یک جای یعنی سه کسه خونیم. بسیار برای من یک این یعنی چی میگن سرود کلیپ این سرود این نه یعنی این یعنی پیشنهاد پیشنهاد بسیار برای من مقبول شد و ما با جانبک مرادوف با استاد جورابک مرادوف این سرود رو پیشکشی مردم ساختیم و راستیگه تا این درجه این سرود معروفیت پیدا کرد که حتی از خارج کشور نیز مخلصان نیز زنگ میزنن تبریک میکنن و عموما برای من افتخار است که با استاد جورابک مرادوف این سرود رو بسیار یک سطحی حالا زیبای محفل ها با قدری هر چراغی دورم باید رسید امروز که روزی از شمالی حادثه خاموش خواهد شد. علا رهجوی منزل ها به قدری رکشایی اولیل باید رسید امروز که فردای شما هم یک زمان دوش خواهد شد. شما امروز اگر از طالب و بخت و نصیبی خشتن مسته در آغوشی بهشتی دل برانی گل بدن مسته
کاکولانی پرشکن مسته زمان زوقتان است کار دنیا پیر خواهد شد زمان نوبتی بزمی محبت در خواهد شد الا شادا ساحل ها به قدری آب های جای می باید رسید امروز که روز خوش خواهد شد الا زیبای محفل ها به قدری چراغی دوره می باید رسید امروز که روز از شمالی حادثه خاموش خواهد شد الا ای صاحبانی وقتی خش دریابه شما حالا جوان و کامران و شادمان و زنده داخل چو روز بر مزاری سر میخوابید اجل بحری شما فرصت نخواهد داد که هر نادی در آبینه گلی ناچی در آچینه و یک دم در غمی گم کرده های خشتن گیریه و یک دم آنچه را نگرفته بوده در جهان گیره الا شادا ساحل ها به قدری آب های جاری می باید رسید امروز که روز خوش خواهد شد الا زیبای محفل ها به قدری چراغی دوره می باید رسید امروز که روز از شمالی حادثه خاموش خواهد شد